آوردم. شانه و صابونی فرموده اتان را نیست. خوراکی که سپارش داده بوده. تشکر دخترم. زیق نشوید خاله جان. بیاید رفته بینیم که اپای سارا در چی احوالن. رفتیم. بیا رفتیم. با کانال متوب تاجیکس ابونه شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. ما ای مهربانی و خدمت‌های خودت خیلی مینت داریم. سلامت باشید خاله جان. همین یگان روز دیر میایی کو؟ همین قپزمانت میشه. راست. سلامت باشید خاله جان. من باشم با رفتاری اپای رحیمه خاله حیرانم. به هر گونه فکرها خودشان را بند کرده زیق شده گشتند. من از پای کارهایم میشوم خاله های عزیز. شما باشید استراحت خوبی خود را ادامه دهید. مبادا اگر به شما لازم شوم من در همین نزدیکی ها هستم. جیغ زنید. میلش خاله جان. به شما استراحت خوب. گفتگی برین قریب فراموش کردمانم خاله جان. سردختر گفتن که خودشان پگاه آمده شما رو گرفته میبرن. تشکر دخترم. سلامت باشید خاله جان. ها بوی تتنجیه نیتی کجای رفتن داری؟ اگر در اوجا جو باشه ما را هم برق خطید. تنجید گونه پگاه میروم. خدا میداند باز کی میبینیم. ای خیل نگودگانه. حاضر یک گوشه به دیگر گوشه جمهوری رفتن یگان مشکلی نداره؟ راست میگویی. با کانال متوب تاجیکس ابونه شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. Ana ucha jun metoen ozoduna roh gashtan gire. تشکر بچه. وای الهو برکه یابی. الهو برکه یابی بچه. Ana metoen harakat kune. Oysa oysa notarsida harakat kune. O ofarin ozoduna roh gashtan gire natarsi. Salom xolajon. Salom pisaram. Salomatiyatmi chiqilas? Tashakkur pisaram.
من با آن سراغای گفته‌تان رفتم. خب خانه رو هم پیدا کردم. اما یک زنی تخمین 30 ساله برآمد و گفت که صبور و شما را نمی‌شناخته است. خانه رو با یک ماه پیش خریده است. نغز می‌دهد. سلام علیکم. بچه‌جان من چی خشم ناز اولتون خوب بچه‌جان من این چیزو گفتگاتون رو آوردم. ایلوی برکایو بچه. سلامت باشید. سلامت باشید. ماشا خالت خیلی. من خیلی پزمون شده. ماشا خالا همین قدر خرسند که از خرسندی حتی جای نشستشون رو یافته نمیتونم. من ماشا ایوانی مکتبی دگونه. در مکتب یک جا میخوندیم باز یک جا کار میکردیم بسیار انسانی خوبه. به اینجا اومدنش و شوخی هایش هیچ از یادم نمیبراید. خدا عمرش دراز کنه. همین خیلی انسانی مهربانه که بعد وفات شوهرش ما همسایه ایم. یک جای زندگی میکنیم. بین حولی من و وی دیوار نیست. بله. السلام علیکم. خاله های عزیز. سلام علیکم. خوب هستید؟ بشینید خاله جان. خیر پگاه جواب میشویم گفته شاید خوب آرزوها کرده ده؟ دکتر جان آرزوی ما تنجی و امانی است. البته خاله آرزوی یکی ماست. خاله جان در مسئله به خانه پیرانسالان رفتنتون من با راهبریت آنجا صحبت کردم. نصیب باشد پگاه خودم شما رو به آنجا برده میمونم. تشکر دکتر جان. تشویش زیادتی کشیدید. ببخشید. خداوند به همه مراد و مقصدتون برساند. من از شما بسیار منتدار. پسرم یک بار هم ناومد. شما پسروار خدمت کردید. چی؟ به خانه پیرانسالان؟ نه من نمیمونم. دکتر جان من پگاه به خانه میروم همراه هم گرفته میبرم. من در دیه خانه و حولی کلام دارم. زندگیم خوب است. دگانه نگو. من و ماشه شما را زیخ شوی نمیمونیم. خدا راضی باشد دگانه جان ما باز وا میخوریم. نمیخوام شما را تشویش دادن. ایمون همی گپوتا. خوب خاله ها نغزکک شما مصلحت کنید. حالا تا پگاه وقت هست صحبت کنید مصلحت کنید. خوب شد از دکتر جان. زیق نشوید. خوب سلامت باشید. خوش آمدید. بخشیش واقعا مادرم راست میگویند.
خوب میشد که خالای رحیمه را ما یک جای بدی همه بردیم. اونجا حوله کلان. اول اینکه مادرم با خالای رحیمه خیلی خوب اونس گرفتن. خوب میشد که میرفتن در همون حوله یک جای زندگی میکردن. یکم کمبودی نیست. شما با مادرتون زندگی نمیکنید؟ من در شهر کور زندگی میکنم، لیکن روزهای استراحتی به عیادت مادرم میروم. خیر، خیلی خوب. مصلحت کنید. سلام باشید. خوب نظم باشید. مرحمت درآیید. ممکن؟ مرحمت درآیید. چرا نه؟ درآیید مادر جان. مرحمت. عذر که شما رو تشویش دادم. نه این خیلی نگوید مادر جان. مرحمت شنید. خوش مادر جان. سلامتیاتون خوب است؟ خوب است پسرم. شکایت ندارم. خوش. بچه خلاص آمده؟ بچه جان دوگانم سارا جان خیلی انسان خوب است. من همراهش میروم. شما رو دیگر تشویش نمیدهم. چی جای تشویش است مادر؟ این وظیفه ماست. لیکن شما نقص فکر کنید. شما و جمع همکارانتون برای من خدمتی زیاد کرده. پیش از رفتن آمدم که منت داری بیان کنم. همه تون رو فرزندوار دوست داشتم. شما هم فرزندوار خدمت کرده. فقط نمیدونم برای چی باشد که یک و یگانه فرزندم باره هم به نظر ناومد. زیغ نشوید مادر جان، زیغ نشوید. سراغه خالای سارا در دفتر قیدهایمون هست. مادر، من خودم هر هفته شما را شخصا خبر میگیرم. من حاضر. بچه جان، لابای خلا جان، میخواهم یک بار دیگر خانم رو بینم. خانه شما در کجاست خلا جان؟ آنجا دور نیست، سری راه کوچه خیرها میرزایی. خوب شدست خلا جان. تشکر پسر. مایلش بچم در دل شورمون نمانم. خوب شدست جان. میروم. دکنه Dedenizde bir iş var ya. Tam olarak çözemedim. Hadi hayırlısı. وقتی زنگ زدن نداشتم، لیکن بعضا وقتی افتاد زنگ بزنم از احوالتون به خبر میشدم. امیدوارم که الینتون رسونده گفت آروم شوید مادر. مادر جان، من خواهش میکنم مادر جان، من رو ببخشید. بیا پسرم، میمان ها رو به خانه تکلیف کنید. السلام علیکم، خوب هستید؟ گونه سرگردون نشو، خانه را دیدیم.
یگان روزی دیگه میشوم میبیویم حاضر ای میمون اومدیم دیگه نه سگو بچه ما روان میکنم البته میبیویی رختونه نگاه یک یولچوی میشیدیم بعد میرفتیم چیل میشود یگان روزی دیگه میشوم سلامت باشید شما میبیویم شما ما رو قرضدار کردید مادر جان بیایید مادر جان بیایید مادر جان راستش رو گویید کلینتون به خبرگیریتون میرفت می اومد پسرم می اومد مادر جان من کلینتون رو به جای کارش برده سر قدم به کارخانه خودم میدرویم حجت رو تخت کرده زود برمیگردم مرحمت چای گیرید تشویش نکش پسرم خانه خودم از پسی کارت رو مادر جان خدا رو شکر که شما رو صحت و سلامت میبینم سلامت باش پسرم خیر یک دعا مادر جان الهی آمین هر کجا که باشی خداوند نگهبانت باشد صحت سلامت رفته صحت سلامت برگردی با کسب و کارت برکت میخواهم بچه آمین الله اکبر تشکر شما با حضور باشید مادر جان من زود برمیگردم خیر مادر احتیاط کن بچه بلش مادر جان دوستتون میدارم نفهمید که نفهمید اومدی بچیم ها اومدم سلام مادر جان سلام بچه جان کیلین در کجاست؟ به خونه مادرم میروم گفت بیا بچیم چای خنک نشود تشکر مادر جان من دیرتر نهاری میکنم خیر مادر جان ایست پسرم امروز حتما رفته کلین رو بیار
زندگی پستی و بلندی ها دارد پسرم. او هم سازش کنید. تو به هر حال مرد هستی. او مادر است. فرزندش رو گم کرده است. اومدن نمیخواهد مادر جان. چی کار کنم؟ پسرم تو زیغ نشو. من میدونم برای چی نمی آید. من امروز به خانه دوگانه‌ام میروم. یکون هفته آنجا میمونم. تو یک گلوچ کرده همسرت رو بیارو. زندگی خودت رو بین. وای مادر است. وای رو فهمیدن ممکن. مادر جان مایلش من میروم برای آوردنش، لیکن باوری دارم که او هیچگاه مرا نمیفهمد. خیر مادر جان. خیر پسرم. شما زیغ نشوید. مادر جان با تو دروغی گفتم که نابخشیدنی است. دروغ گفتم که مرا خواندنی روان کردند. دیگر چی می گفتم؟ همش از روی این. اما این باشد خرسندی کرده گشت است. با کانال موتوهوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. مادر جان من با شما چی شد؟ مادر جان خواهش میکنم چشمانتون رو مادر جان. دور از تو بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران من بودی، نگران من بودی، نگران من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران
کجاست مادرم مادر مادرم شیری سفیدم دادی مهرم دادی مهرم دادی از ناکامی ها بسا امیدم دادی امیدم دادی امیدم دادی رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش این دیده پر آبی تو خود چشمه مهر است چشمه مهر است چشمه مهر است من بعد مادرم قدری سخنه تو بسی پیر است تو بسی پیر است تو بسی پیر است این دیده پرآبی تو خود چشمه مهر است من بعد مادرم قدری سخنه تا بسی پهر است تا بسی پهر است
мо Top Tajix обуна шавед то аз видеои нав бохабар бошед.